این کودک که در میان پل نیمه‌ویرانه درمانده بود با تقدیر نیکش رهگذران به کمکش آمده‌اند. همه روزه ده‌ها نفر هنگام عبور از بالای پل عین این مشکلی را دارند. گفتن در مدت ماه اپریل بود میشوه، اول اپریل ده نکی اینا یک نیم ماه زیاد میشوه که همین کوپرک به حال خود همتری موندگیه، یگان کس فعالیت ندارن. این پل بالای دریای سرخاب چند دهه ناحیه فرخار را به زمین‌های کشت و قبرستان می‌پیوندد. یک پایه‌اش کارنوشی هم شده بود و نیم سال پیش مقامات تعمیر آن را شروع کرد. ساکنان دو طرف دریا برای تا به زمین‌های کشت و قبرستان و مکتب رفتن مجبورند توسط ناحیه همدانی یا واسه 70 کیلومتر راه را طی کنند. من گومولمونم در اینجا در خانه طول 3 ماه است که در خانه من این مسئله خروک چوروا میشه با انجام رسیده. این پل نه تنها کاری ساکنان اطراف را آسان بلکه ناحیه فرخار را به مسیر دوشنبه پیوست میکرد. پل سال 1985 ساخته شده است. این پل دوران شوروی ساخته شده و چند ماه پیش برای ساخت‌وسازی آن تخریب کرده شده بود، اما تا امروز ساختمان آن ادامه دارد و تا حال بازسازی نشده است. از مقامات فرخار به رادیو آزادی گفتند که پوشیدن بالای پل و پنجره‌های دو طرفی آن آماده است که به زودی انجام خواهند داد، ولی تا انجام تعمیر آن برخی ها با ترس و وهم از بالای پل می‌گذرند. برخی دیگر برای احتیاط که مبادا به دریا سر و زیر نشوند مجبورند مسافه دور را طی کنند.